خداوند مهربان به طرق مختلف انسانها پیام داده. حسن ختام یکی از کتاب‌های مقدسش اینجوری بیان نموده: بگو پناه میبرم از شر مردم به پروردگار. ببینیم از دورترین فاصله تو را نگاه میکنم، نزدیکتر نمیشوم که نه تو آزرده شوی نه من. ما پر از دردهای مشترکی. بهتر است از فاصله دور به یاد هم باشیم و برای هم آرزوی خوب کنیم. آرزوی این که حالمان خوب باشد، بی هم بی غم. نزدیک که میشویم درد بیشتر میشود، دور که میشویم هم همینطور. این نهایت داستان ماست، فاصله. مدت هاست برای من هر آنچه قابل تحمل باشد کافی است. نزدیک بودنمان دردناک است، نبودنمان با هم دردناکتر. بیا از همین دور برای هم دستی تکان بدهیم و امیدوار نباشیم به معجزه. برای هر دوی ما نجات دهنده ای نیست جز فاصله. ما در فاصله ها دوام می‌آوریم. بیا قبول کنیم که نه من آدم دلخواه تو بودم و نه تو آدم دلخواه من. فاصلتون رو با آدم ها حفظ کنید. با هر بنی بشری فاصلتون رو حفظ کنید. نزدیک شدن با آدم ها هم به شما آسیب میزنه هم به آدم ها. تنهاییتون، دردتون، رنجتون، سختیتون، عذابتون، اینا راه حلش دست آدم ها نیست. شما با نشون دادن اینها به آدم ها فقط نقطه ضعفتون رو نشون میدید و آسیب پذیرتر به نظر میاد. حالا شده از خودتون سوال بپرسید چند درصد این آسیب هایی که تو زندگی دیدید با اسپانیش روابط انسانیتون بوده؟ خوب دقت کنید، من صحبت از قطع ارتباط نمی کنم، دارم از مدیریت ارتباط حرف میزنم. به کرات ثابت شده دور زندگی کردن با آدم ها خیلی قشنگتر از نزدیک زندگی کردن با آدم هاست. به خاطر همینه که حریم خونه ها از دیوار تعریف شده. ارتباط نزدیک شما با آدم ها، نزدیک شدن شما با آدم ها نشأت گرفته از دوست نداشته شدن خودتون، از طریق خودتونه. خودتون رو دوست داشته باشید، با خودتون مهربون باشید. شما هر آنچه که بخواید براتون فراهمه، هر آنچه که لازم است و دارید. هر آنچه که لازمه، هر آنچه که نیاز هست تو وجود خودتون هست برای دوام آوردن، برای رد شدن، برای رشد کردن، برای گذر کردن، برای زیبا زندگی کردن. فاصلتون رو با آدم ها حفظ کنید. به جز خودتون. تنها جایی که باید فاصلتون رو به صفر برسونید فاصله با خودتونه. تو تا همیشه زیباترین همراه زندگی من خواهی بود. کنارت تا ابد خواهم ماند، صبور، امیدوار. با هم عبور خواهیم کرد از دردها، از رنجها. با هم عبور خواهیم کرد از تغییراتی که لازم است اتفاق بیفتد. با هم زندگی خواهیم کرد این زندگی غیر قابل پیش بینی را. با تو هم ای من، تو تمام منی. ای من. خوب باشید. بگو پناه میبرم از شر مردم به پروردگار.